باید به خودت فکر کنی این بانک که مرد دختره نیست، این باید به 40% درآمد داشته باشه تا باید 22% رو بده. این 40% کجا بانک میتونه تأمین بکنه که اگر تأمین هم بکنه باید مستقیم شمایی، چون مجبور خودش رو بره بیاره تو بازار سیاه عملیات اقتصادی سیاه بکنی تا بتونه ارزم حضورتون که به شما 27%، 25%، 30% ولی نمیتونه. شمایی که کاسب هستی، شمایی که کارخانه هستی، آیا ثروتت میشه هر 3 سال برابر بشه؟ برابر میکنم و میشه تمام اختلاسات دنیا که شما جمع میکنید باز این اتفاق نمیتونه بیفته. پس شما با یک انفجار اقتصادی در طول این 4 سال آقای روحانی روی خواهید شد. آقای ترامپ یک نکته رو گفته اگر اوباما زمان اوباما 6 ماه مونده بود به ثبات جمهوری اسلامی در درستی زده بود. بود چی نجات داد جمهوری اسلامی رو؟ برای نقلی که آقای اوباما پروسه داری بود نجاتش داد. اونم چیکار کرد؟ این دلار رو که از آمریکا گرفت آورد اونجا بود تو بازار به شما فروخت، اگر تا 3 به 800 تومن گرفت آقا بهتون بهره 20% داد. ولی آقا بازم این اتفاق نیست که مطمئن بشید. شما جامعه با یک امتنان آقای رئیسی در خامنه‌ای میان تو باخچه آقای روحانی به همه خراب کردن روحانی باخچه خود خراب میکنن